اروندرود، رودی بین ایران و عراق در جنوب غربی ایران. رودی متصل به خلیج فارس، مسیری دریایی و بین المللی که بنادر آبادان و خرمشهر به آن دسترسی دارند. گذرگاهی برای تجارت بین الملل و جان صنعت دریایی است. می‌بینید که کارا خیلی سنگینیه، دستگاه خیلی سنگین وارد می‌کنیم. هر شناوری نمیتونه وارد بکنه. بیشتر کالام از دبی، اما صادرات واسه کویت و قطر. اما در دهانه خروج و ورود به این رود پهناور مانعی بر سر راه شناورهاست. به مد شب از دست دادیم. ساعت 2 فکر می‌کنم بتونیم وارد کانال بشیم. گلولای و کم عمق بودن دهانه اروندرود. یعنی دلیل لنگر اندازمون در حال حاضر مناسب نبودن عمق آب برای ورود به کانال. گاهی عمق آب در این قسمت به 2 متر کاهش پیدا می کند و این یعنی به گل نشستن شناورهای حامل بار هنگام تردد. از دهانه رود نمیتوان به راحتی وارد شد به دلیل گلولای کف رود. شناورها با محدودیت بارگیری می شوند. حتی واسه بارگیری هم میخوایم بریم با نیم بار بریم، چون که خود پورت دیگه اجازه نمیده. میدونه که اگه بیشتر بارگیری کنیم به گل میزنیم، راه بسته میشه. کانال هم که باریکه. هر بزرگترین مشکل ما همین شده. ما الان کشتی 2000 تن با 600-700 تن داریم. محدودیتی اجباری که منجر به کاهش فعالیت بنادر آبادان و خرمشهر نسبت به توان و ظرفیتشان شده است. 11 میلیون تن ظرفیت اسمی بندره که حداکثر استفاده‌ای که از این ظرفیت شده 3 میلیون و 200 هزار تن بوده سالیانه. به دلیل مشکلاتی که بعد از جنگ تحمیلی به وجود اومد و عدم لایروبی این محدوده دهانه ورودی الان باعث شده که در واقع شناورهای نهایتاً با آبخور 4.5 متر وارد بندر بشه. عمق 4.5 متر در واقع برای شناورهای 2 تا 3 هزار تنه که بالاخره برای صاحبان کالا و تجار خیلی اقتصادی نیست که بتونن در واقع کالاهاشون رو به بندر خرمشهر بیارن. یکی دیگر از موانع رشد اقتصادی در این رود وجود مغروقه هاست. مغروقه‌ای که پشت سر من می‌بینید بزرگترین مغروقه‌ای هست که در محدوده بندر خرمشهر در عرض رودخانه 300 متری، در واقع بیش از نیمی از عرض این رودخانه رو به خودش اختصاص داده و تردد رو برای شناورهای به ویژه سنگین سخت کرده. قانون اما از این موضوع غافل نمانده. در برنامه ششم ماده 112 دولت را به لایروبی این رود موظف کرده است. عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق مصوبه 29/2355 و قوانین مربوط در قالب بودجه سنواتی حداقل سالانه 25% نسبت به لایروبی اروند و توسعه سواحل آن اقدام نماید به طوری که در پایان 4 سال به اتمام برسد. امری که تاکنون محقق نشده اما در برنامه هفتم هم آمده است. این نقطه که من دارم اشاره میکنم کانون لای هست و بایستی پیگیری بشه که لایروبی بشه، اقدامات موثرتری انجام بشه. نمایندگان مجلس با استناد به توافق 1975 یا همان قرارداد الجزایر بین ایران و عراق خواستار رفع موانع موجود در این رود شدند. دهانه ورودی اروند رو 8 تا 10 کیلومتر اونجا رو بتونیم به گونه‌ای به سرعت لایروبی کنیم که کشتی‌های 20,000 تنی بتونن وارد بشن. موضوعی که به برنامه میز اقتصاد شبکه خبر راه یافت. گفتگوی خبری امشب بحث لایروبی اروند رود یک بحث. معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی در ارتباط تلفنی با این برنامه از آغاز عملیات هیدروگرافی به منظور بررسی و نحوه اجرای طرح لایروبی اروند رود خبر داد. ما حدود 2 هفته پیش عملیات هیدروگرافی رو آغاز کردیم. پیش بینی می‌کنیم 2 تا 3 هفته آینده به طول بیانجامه و پس از اون ما انشالله وارد فاز عملیات خواهیم شد برای لایروبی. البته به طور همزمان ما مطالعات ارزیابی محیط زیستی رو داریم انجام میدیم. عملیات هیدروگرافی در حال انجام در خرداد ماه انجام میرسه. منتها برگزاری مناقصه، تشریفات مناقصه لایروبی که اسنادش رو الان همکاران من در حال تنظیم و تهیه کرد هستن، منتها انتشارش نیازمند گزارش نهایی مطالعات هیدروگرافی هست که احجام بتونیم
در سند مناقصه درج بکنید. چه تاریخی عملیات اجرایی شروع میشه؟ عملیات اجرایی حدوداً 3 ماه بعد از اینکه ما عملیات هیدروگرافی خواهیم پیدا بکنه، تشریفات قانونی مناقصه بین 2 تا 3 ماه انجام میشه. سعید رسولی میگوید لایروبی دهانه اروندرود شرایط اقتصادی خوبی در بنادر آبادان و خرمشهر را رقم میزند. بحث جدی و مهم نجات بخشی این مسیر هست که ما بتونیم شناورهای بزرگ رو وارد بنادرمون بکنیم و انشالله بعد از انجام در واقع لایروبی ما کشتی‌های با توناژ 5000 تن رو به صورت 24 ساعته میتونیم ترحل بدیم و کشتی‌های با ظرفیت 8 تا 10000 تن رو میتونیم با مد عبور بدیم. بنابراین خب رونق میده به این بنادر. در ادامه این برنامه حسین قربانی معاون فنی و مهندسی دریایی قرارگاه خاتم الانبیا از توانایی اجرایی شدن طرح لایروبی اروندرود گفت. خوشبختانه در حال حاضر هم در بعد لایروبای کاتر ساکشن و هم در بعد لایروبای هاپر ساکشن مجموعه دارای ناوگان توانمندیه که حالا بزرگترین ناوگان غرب آسیا در اختیار داره. غیر از موضوع هیدروگرافی، موضوع شناسایی در حقیقت زیرسطحی هم جزء مواردیه که حتما حالا یا در دستور کار پیمانکار قرار بگیره یا در دستور کار مشاور قرار بگیره که خدای نکرده حین عملیات خب آقای قربانی چقدر فکر کنید امکاناتش وجود داره؟ خب زمانبریش چی؟ فکر کنید در ظرف چه مدتی انجام بشه اگه خوب پیش بره؟ حجم حقیقت با توجه که بستر اونجا در حقیقت یه بستر روسی است، 3 میلیون متر مکعب، تقریبا یک پروژه حدود در صورتی که اعتبارش وجود داشته باشه حدود 18 ماه. در سال 1403 حدود 5000 شناور سنگین از دهانه اروندرود تردد داشتند. شناورهایی که ساعتها و گاهن روزها در این دهانه متوقف می‌شوند، منتظر ارتفاع سطح آب می‌مانند تا ورود و خروج بدون حادثه داشته باشند. امری که تأثیر منفی آن بر تجارت و اشتغال آشکار است. و حالا فعالان عرصه اقتصاد دریامحور منتظرند قانون اجرا شود. آنچه که در برنامه 6 و 7 آمده است لایروبی اروندرود بود.